آیا انسان نمی بیند که ما او را از نطفه‌ای خلق کردیم و اکنون او تبدیل به یک دشمن آشکار شده است؟ این انسان نادان در حالی که آفرینش خود را فراموش کرده برای ما مثل میزند و میگوید این استخوان‌های پوسیده را چه کسی زنده می کند؟ بگو آن را زنده می کند همان کسی که اول بار خلقشان کرده و او بر هر خلقتی آگاه است. همان کسی که از درخت سبز آتشی برای شما قرار داده و شما به وسیله آن آتش می افروزید. آیا کسی که آسمانها و زمین را خلق کرده توانایی آن را ندارد تا مثل چیزهایی را که آفریده دوباره خلق کند؟ آری، قطعا می تواند، زیرا او آفریننده‌ای داناست. بدانید که وقتی ارادهش بر چیزی واقع شود به آن میگوید موجود شد، بیدرنگ موجود می شود. پس منزه است خدایی که حکومت و فرمانروایی مطلق هر چیز به دست توانای اوست و بیشک همتان به سوی او باز خواهید گشت.